سلام عرض میکنم به همه بچه های کانال آلمانیزه. خب بچه ها امروز اومدیم در مورد قوانین جدید بلوکارت در سال 2024 با هم دیگه صحبت بکنیم. یه ویدیو کوتاه که قراره یک متنی رو براتون ترجمه بکنیم. خب بچه ها بلوکارت، خب وقتی شما بخواید برای کاری اقدام بکنید برای آلمان، خب دو تا ویزا میتونید بگیرید. یه دونه ویزای جاب آفره و یه دونه بلوکارته. خب جاب آفر چیه؟ جاب آفر به معنی پیشنهاد شغلیه که از سوی کارفرما یا شرکت آلمانی به یک شخص خارجی داده میشه که شامل مثلا نوع شغلش، شرایط حقوقیش، مدت زمان قرارداد و سایر چیزهاست. حالا چه نکات مثبتی داره جاب آفر؟ حقوق و مزایای شامل حقوق پایه میشه و بیمه‌های اجتماعی، رسیدن به اقامت دائم متغیر 4 تا 5 سال و بدون امکان اقدام برای ویزای پیوست همزمان. اوکی. اما حالا میریم سراغ بلوکارت. بلوکارت یک گزینه خیلی خیلی جذاب تریه برای کسایی که میخوان کاری اقدام بکنن برای کشور آلمان. بلوکارت یه نوع ویزای کاریه که به افراد با مهارت‌های بالا و تحصیلات عالی داده میشه. توی نوع ویزا فرد بایستی سابقه تحصیلاتی خوبی و حرفه‌ای خوبی داشته باشه. اوکی. حالا چه نکاتی داره این بلوکارت آلمانی که اگر شما بگیرید چه نکات مثبتی داره؟ بچه حقوق و مزایاش خیلی بالاتر از جاب آفر معمولیه. اقامت دائمش با زبان آلمانی 21 ماهه. زبان آلمانی خیلی خوبی باید داشته باشید. با زبان انگلیسی 33 ماهه. اوکی. و علاوه بر اون میتونید که ویزای پیوست همزمان هم برای افراد خانواده داشته باشید. خب حالا ببینیم تو سال 2024 ما چه درآمدی باید داشته باشیم و میتونیم داشته باشیم که بتونیم که این بلوکارت آلمان رو دریافت بکنیم. خب توی این سایت میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم که چی جوریه. خب بیایم پایین. حالا ایناشو کاری نداریم دیگه. خب اینجا نوشته اینجا نوشته برای شغلای معمولی. اوکی. برای شغلای معمولی باید سالانه 45,300 یورو درآمد داشته باشید در سال 2024. اینجا هم نوشته، یعنی تقریبا چیزی حدود این که ماهیانه 3000 و تقریبا 800 یورو باید درآمد داشته باشید تا بتونید این رو دریافت بکنید. خب اینجا اومده گفته که خب حداقل درآمد کاهش یافته خب برای مشاغل دارای کمبود چقدر شده؟ 41,000 یورو شده، یعنی تقریبا 4,000 تاش افتاده. حالا این شغلای دارای کمبود چیه؟ خب که اینجا برامون گفته اصلا شامل چه چیزی میشه این 41,000 تا؟ بچه اینجا لیست کرده، به ترتیب نوشته که من یکی یکی براتون میخونم که آقا بدونید این مشاغل دارای کمبودی که حالا میگن و 41,000 تا چی هست. اگر شما تو این دسته باشید با 41,000 تا در ماه در سال میتونید بلوکارتتون رو دریافت بکنید و از خدمات ویژه بلوکارت استفاده بکنید. خب یکی متخصصان فناوری اطلاعات، یکی ریاضیدانان، 3 متخصصان علوم طبیعی، 4 مهندسان، 5 متخصصان پزشکی و دندان پزشکی، 6 دامپزشکان، 7 داروسازها، 8 متخصصین پرستاری و مامایی، 8 معلمان و کارکنان مراقبت از کودکان و همچنین متخصصان مراقبت از کودکان و مراقبت‌های بهداشتی و بعدیش متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات که حالا گفتیم و مدیران تولید توی معدن، ساخت و ساز و تدارکات. خب اینا بچه‌ها اگر جز این دسته باشید اینا جز مشاغلی هستن که کمبود وجود داره اون توی آلمان و
با 41,000 تا میتونید که بلو کارت دریافت بکنید. اما شرایط دیگه‌ای هم داره، باید زبانتون قوی باشه و همینطور که گفتیم باید مهارت خوبی داشته باشید تا بتونید این بلو کارت رو دریافت بکنید. و یکی از شاید بهتون بگم جذاب ترین ویزایی که میتونه برای کشور آلمان گرفت همین ویزای بلو کارته. خب دوستان خیلی خوشحال شدم اینم از قوانین جدید، امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه.